تهمت آخوند رافضی به الله متعال. آخوند یوسفی میگوید خداوند روش نمیشه به فرزندان فاطمه بگوید چرا این کار رو کردی؟ خدا روش نمیشه به یه پسر فاطمه بگه چرا این کار کردی؟ بینندگان گرامی، این آخوند در حال این حرف را میزند که الله عزوجل در قرآن بیان می‌دارد حتی پیامبران الهی در روز قیامت مورد پرسش قرار خواهند گرفت. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. حتما از کسانی که پیامبران به سویشان فرستاده شدند و از خود پیامبران خواهیم پرسید و با علم و دانش اعمالشان را برایشان بازگو خواهیم کرد و ما از کردارشان غافل نبوده ایم. و حتی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در بسیاری از جاها مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گرفتند، من جمله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله تو را ببخشد، چرا پیش از آن که راستگویان بر تو آشکار شوند و قبل از آن که دروغگویان را بشناسی به آنان اجازه ماندن دادی. و نیز در روز قیامت نسب انسان هیچ سودی به انسان نخواهد بخشید، بلکه آنچه در روز قیامت ملاک است اعمال و کردار اوست. و الله عزوجل در قرآن می‌فرماید فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. آن روز که در سور دمیده می شود، آن روز پیوند خویشاوندی در میانشان نخواهد بود و از حال یکدیگر نمی پرسند. پس کسانی که ترازوی کارهای نیکشان سنگین باشد رستگارند و آنان که میزان نیکیهایشان سبک باشد به خویش زیان زده اند و جاودانه در دوزخ میمانند. آتش چهرهایشان را میسوزاند و آنان در آنجا چهره‌های زشت و در هم کشیده ای دارند. خدا روش نمیشه به یه پسر فاطمه بگه چرا این کار کردی؟ هدف این آخوند و امثالش از ترویج این خزعبلات چیست؟ آیا فرزند فاطمه رضی الله عنها بودن مجوزی است برای هر خلاف و جنایتی که شخص بخواهد مرتکب شود و در آخر هیچ بازخواستی نشود؟ فرزند فاطمه رضی الله عنها بودن مسئولیت انسان را دوچندان کرده و بازخواست از انسان را شدیدتر می کند، نه اینکه چراغ سبزی باشد برای هر جرم و جنایتی. چرا این آخوندها فکر می کنند آخرت هم مثل دنیا جای پارتی بازی است؟